تنفسی که انجام میدیم یا تنفس ششی هست، یعنی سینه ها باز میشه. نگاه کنید که مثلا یه تستی من هست براتون میفرستم که بخونید این قلبتون چقدر قدرتمنده، ششتون پر از هوا کنید، چند ثانیه میتونید نگهش دارید. نوشته پیرمرد هستید، متوسط هستید، قهرمان هستید فلان، من تا آخرش نگم. حالا یه تنفس شکمی داره. تنفس شکم بچه رو نگاه کنید وقتی حسین هوا بچه تنفس کنید، تنفس شکم میاد بالا میره پایین، میاد بالا میره پایین. مرکز ثقل انسان میگن تقریبا 3-4 سانت یا 5 سانت پایین‌تر از نافه، ولی داخله. یعنی اگر ما سه صفحه یه صفحه بذاریم که ما رو به جلو و عقب، یه صفحه به سمت راست سمت چپ، یه صفحه بالا پایین تقسیم کنه، محل تلاقی این سه صفحه عمود بر هم نقطه ثقل انسان. اگه اینا رو بشناسین خیلی راحت میرین. من ثقل بچه‌ها رو میشکنم چون من این صفحه ها رو میشناسم. بهش میگن ساجیتال، هوریزونتال و چی؟ فرانتال، ساجیتال و هوریزونتال به انگلیسی. حالا اگر ما بخونیم بچه‌ها، حالا نگاه جا شما الان یه زحمت بکشین، مشتتون بیارین بالا، صداتون پر از هوا کنین، حالا مشت بزن. کسی نداری داری؟ باز شش پر کنین. حالا به اصطلاح تنفس شکمی انجام بدین. حالا با فشار روی ثقلتون مشت بزنید. یه حس متفاوتی هست نیست؟ خب یکی از کارهایی که بچه‌ها تو آیکیدو باید انجام بشه برای استفاده از نیروی کل بدن. حالا وقتی ما میگیم نیروی کی، خب نیروی کی آقا تو ژاپن میگه کی، چینی میگه چی، هندی میگه پرانا، ایرانی میگه یاما و تعریف‌های مختلفی ازش داره. ولی ما تو آیکیدو تعریفمون از نیروی کی نیرویی هست برگرفته از حرکات موزون بدن، یعنی همه با هم، یعنی کل بدن جناب نیکبخت باید یه حرکت کنه، کل بدن حرکت کنه. یعنی وقتی میگم غیر موزون این دست میاد من بدن، این الان شما نگاه کنید، من اول بار میذارم بدن، این نیست. تو آیکیدو میگه همه چی، مثلا شما رو یه بندی بستن، میکشت جلو، میکشت جلو، عقب، همه چی با هم حرکت. میگه اگر شما تونستین این کار انجام بدید که همه چی با هم حرکت کنه، همین بچا اگه شما بخواید یه چیزی با یه انگشت بالا درست اینا دو چهار زحمت میشید، دو انگشت بهتر، سه انگشت بیشتر، چهار انگشت بیشتر، حالا کل بدن میتونید وزنه بزرگتری رو بلند کنید. پس تو آیکیدو میگن اولین کاری که باید انجام، چرا ما روز اول شما رو با قدم زدن ها شروع میکنیم؟ توجه هم نداره. میگه آقا فقط برو عقب بیا جلو، تو یواش یواش یاد بگیریم حرکت پاها. حالا تو پای ما جناب نیکبخت این نیست، این هست. این طوری که این شونم پایینه، میگه طوری که اگر یه صفحه رو شونه شما بذارن، شونه شما مماس باشه، به محض که یک کم بیشتر رفت شونه میاد پایین و مماسی از بین. به خاطر بچه‌ها میگم شلنگ تخته برنده، شیرازه میگه شلنگ تخته ها اینجور راه نده، خیابانی دیگه اینجور راه بره، در حدی راه برین که شونه‌تون بالا پایین نشه. خب این برای رسیدن به توسعه یکی ما تو تنها سیستمی هستیم که یه کاتا داریم بهش میگن اکیتایسو نو تندو کو اوندو، اکیتایسو نو تندو کو اوندو. اوندو میشه تمرین، ایکی تایسو میشه تمرینات اولیه، نو تندو کو میشه یک نفره. این قدم زدن ما به کارمنده مشکی آموزش میدیم، شما آموزش دادن و هدف نهاییش رسیدن به توسعه یکی هست. خب حالا چی جو؟ گفتم که اگه ما یاد بگیریم تمام بدن با هم حرکت کنیم، پس اول یاد میگیریم چیکار کنیم؟ ها، بعد یواش یواش دست میاریم با هم شما اجرا میکنید. وقتی اجرا کنید این دست از سر جدا شده دیگه، من از اینجا میارمش، نیرو میدم بیرون برمیگردم، الان شما آقای چی کجا؟ اینجا. نگاه ببین حسین آقا، نگاه ببین، من یه حرکت اجرا میکنم میخوره زمین، ولی میتونستم این کار انجام نمیشه، اتفاق نمیفته.
محکوم دست نمیگیریم چه اتفاق نیفتاد یه خود من چون دست خالیه ولی دست من وقتی حرکت میکنم از میگم وقتی که بدن حرکت میکنه دیگه جدا از ثقل من نیست چه میگم توجه کنید خب اگه من اول یاد بگیرم که هدف ما اینه که کل بدن علی آقاستوره بس که همه بدن تو گچ شه فقط من میتونم اینجور راه برم ببینید اصلا از اینا از چیز جدا نمیشه خب پس اولین چیز برای رسیدن به نیروی کی نیرویی که برگرفته از حرکات کل بدن در یک زمان یعنی همه با هم حرکت همزمان یک جا حرکت همراه با دم و بازدم صحیح حالا بازدم صحیح چیه؟ زمانی که شما وقتی بخوای نیرو رو انتقال بدی با فشار روی ثقل انجام بدی با فشار روی ثقل بچه ها این ضربه که من میزنم فشار کجا میارم؟ من نمیزنم میشه یه بار بزن من یه بار من یه زمانی کاراته درس دادم مثلا یه پسر آمریکایی بود اینقدرش یه روز زودتر رفتم باشگاه اومده بود داشت لیپ میزد بود گفتم با من یه خورده کار میکنی به این خندید خورده کار کنم گفتم منظور چیه من مربی نیستم اون تو کلاس هست اینجا من میترسم مشت بزنم آسیب کنم گفتم واقعا دستم گشتم پشت کمر رو مخصوص گفتم 2 تا مشت بزن تو دیافراگم نامرد 2 تا زد واسه جلو چشم سیاه رفت ولی بدنم آماده بود یه مشتی زدم افتاد تا 30 ثانیه نفس نمی‌کشید گفتم برو صاحب این اسمش تو زمین مشتی که من میزنم مشتی نیست که قدم‌های معمولی بزنم من رفتم یاد گرفتم چطور از نیروی کل بدنم استفاده کنم خب پس بنابراین بچه‌ها بعد که ما اینو خوب یاد گرفتیم اصلا سعی نکنید دستتون از خیلی بالا بیارید سناریو از ثقل جدا شد دیگه هر موقع حرکت می‌کنین اون 2 تا شونه‌تون اینجا 2 تا 4 نقطه بذارین خط بچین میشه مستطیل به هیچ عنوان این دسته از این مستطیل نباید بره بیرون این نباید بیرون و این توی مستطیل نباید این توی مستطیل تمام حرکت‌ها باید وقت تقسیمش کنی بر 2 آسنا من حق دارم دستم توی مستطیل نیمه مستطیل باشه که توی نیمه مستطیل ولی اینم دست میاد اینجوری جور می‌کنه هیچ وقت شما نمیتونید تکنیک بزنید من از پشت دست من میگید این به من دست که نگاه هیچی نداره با دستم از اون نقطه چیه نقطه بیرون حالا میاد بگیره اینا این باید نمیشه باشه نمیشه میگه دست محکم بسو هر جوری که هستم دستم کشته عقب اینو میارم اینجا دستو میارم اینا رو کسی واسه نمیخواد یاد بگیره اما باشه بزنیم همین مسخره بازی ها چیه مسخره پشنم دست دیگه بزنیم پس بچه‌ها وقتی میگیم نیروی کی نیرویی که برگرفته است حرکت تمام بدن در یک زمان یعنی نه که اول این دسته بیاد برای بدن همه چی با هم حرکت میکنه همراه با دم و بازدم صحیح هر موقع شما خواست نیرو انتقال بدی نیرو با فشار روی ثقل نیرو تنفس بازدم انجام میده و همراه با تمرکز پس تمرکز تنفس حرکات کل بدن در یک جا در یک نقطه به حریف باید انتقال داده میشه مجدانم به تمام قدرت دستیم یه دفعه دو دست تنفس پشتش
فکری پشتش نیست. حالا هم دم، هم بازدم، هم تمرکز. منظورم اینه. ولی بپرسید چه نیرویی بهش انتقال بده. کاش که تجربه می‌کردید چی سوال متوجه چی میگم؟ بفهم. این هست آقایی، این نیست که شما اینی از دست شما رو میگیره، این اصلا دست از صفر جدا هست، اصلا فشار روی نیست و دارم علیه چی؟ پس هندی‌ها میگن پرانا یا همون یاما یا کی روح هوا است، یعنی هوا روح داره که باید دم و بازدم ما انرژی مثبت